به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در فرصت کوتاهی که دارم ابتدا تشکر می کنم از وزارت دولت در امور صلح به خاطر فرصتی که فراهم کردن برای گرد همآوری تعدادی از فرهیختگان و راه اندازی بحث‌های ادبیات صلح و سلام و ادب و احترام عرض می کنم خدمت شما عزیزان و بحثی که با عنوان نقش عرفان یا ادبیات عرفانی در همزیستی مسالمت آمیز هست. فقط میشه بحث باز کنم و فقط بحث مطرح کنم و برای باز کردن بحث نیاز به زمان زیادی هست. به خاطر همین خب از عنوان پیداست در آجنده هم پیش روی شما عزیزان قرار داره که نقش ادبیات عرفانی. خب ادبیات عرفانی چی هست و به چی میپردازه؟ فقط باید در رابطه با عرفان به دلیل اینکه از عرفان برداشت ها و تعبیرهای بسیار مختلفی صورت گرفته، اینکه من اینجا منظورم از عرفان چی هست، همون میدانیم که هر دین بر علاوه تعلیمات و آموزه های ظاهری خودش یک سری آموزه ها و جنبه ها و ابعاد درونی و باطنی داره که عرفان به همون جنبه ها و تعلیمات ظاهری نمی پردازه، بلکه به عمق و مغز تعلیمات و آموزه های دینی می پردازه. و ادبیات عرفانی هم شامل او مسائل میشه، یعنی ادبیاتی که محتوای درونیش همین عرفان هست. و عرفان هم که میدانیم ادبیات عرفانی زاییده تراوشات ذهنی عارفان ماست که ملهم از دین مقدس اسلام بودند. از طرف دیگه هم میبینیم که در تمام ادیان و در اکثر نهله‌های فلسفی هم گرایشات عرفانی وجود داره و بنابراین دین اسلام هم یعنی عرفای ما با الهام از دین مقدس اسلام به آموزه‌های دینی و آموزه‌های جنبه‌های درونی دین توجه کردند و ادبیات و آفریده‌های خلق کردند که بعداً ادبیات عرفانی نام گرفت. ما در رابطه با مسئله صلح اگر بیاییم فقط نمیشه که بگوییم خب حالا ادبیات عرفانی درباره صلح پرداخته یا فقط ادبیات فارسی یا هر ادبیات دیگه، برای اینکه مطالعات صلح از زمان فلوتین تا مثلا کسان دیگه ادامه پیدا کرده، اسپینوزا و در عصر روشنگری هم کانت با همون رساله صلح پایدارش مطالعات زیادی در رابطه با صلح صورت گرفته. یعنی میشه گفت به درازای تاریخ تفکر بشر تاریخ مطالعات صلح هم وجود داشته و در جهان معاصر هم که تئوری های یوهان گالتونگ در رابطه با صلح خب روشن‌تر از آفتابه. ولی در قرن 20 اگر ما دقت کنیم، سوای از اون نظریه های گالتونگ، بیشتر پس از جنگ جهانی دوم و با توجه به تبعات ویرانگرش که اکثر کشورها و تمام جهان تحت تاثیر خودش قرار داد، ما بیشتر مطالعات صلح در جهت مطالعات تسلیحات و روش‌های محدود ساختن تسلیحات می‌بینیم. به خاطر همینه که باید به صلح، به همان صلح مثبت دقت شود و به همین لحاظ ما صلح مثبت در ادبیات عرفانی میتونیم پیدا کنیم. چون فرصت کم هست، فقط میشه گفت که ما در ادبیات عرفانی دو مؤلفه را میتونیم پیدا کنیم. در ادبیات عرفانی فارسی دو مؤلفه هست که میتونه
بسیار مؤثر باشه برای همزیستی مسالمت آمیز انسانها در کنار همدیگر. مؤلفه اول نگاه باز و دید کثرت‌گرایانه عرفای ما نسبت به سایر ادیان، عقاید و باورها هست، باورهایی که با باورهای خودشان مخالف یا حتی در ضدیت قرار دارد. و دوم صلح درونی است. هر دوی این مسئله در تمام عرفای ما و در ادبیات عرفانی ما این دو مؤلفه از مؤلفه های مهم هست. حالا مؤلفه های دیگه هم وجود داره، ولی این دو تا را میتونیم که برای زندگی مسالمت آمیز جامعه خود ما در حال حاضر به عنوان دو مؤلفه اصلی در اندیشه های ادیبان که ادبیات عرفانی تولید کرده اند پیدا بکنیم. خب در رابطه با کثرت‌گرایی ما سردر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی معروف است که بر سر در خانقاهش نوشته بود هر که در این سراه درآید نانش بدهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که بر درگاه باری تعالی بجان ارزد در نزد بوالحسن بنان ارزد. کسی را که خداوند جان بخشیده بوالحسن در فکر ایمان و باورش نیست و برش نان میبخشه. و مسئله دوم صلح درونی هست. من اگر یک اشاره کوتاهی به آثار یا گفته های مولانا بکنم در قسمت همین کثرت‌گرایی و دین‌های مختلفی که میتونه بهره از حقیقت در اونا باشه و کنار هم بتونن زندگی کنن، میگه که نردبان‌های پنهان در جهان پایه پایه تا عنان آسمان، هر یکی از حال دیگر بیخبر، هر روش را نردبان دیگر است، هر گروه را آسمان دیگر است، هر یکی از حال دیگر بیخبر، ملک با پهنا و بی پایان و سر، منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم و صافی همچو آب، بی گره بودیم و صافی همچو آب، یک گره بودیم یک گوهر بودیم همچون آفتاب، چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. این نگاهی است که مولانا نسبت به کثرت‌گرایی ارائه میکنه و تمام انسانها را از یک جوهر میدانه. و در رابطه با صلح درونی هم فقط باز یک اشاره کوتاهی به مولانا میکنم. بحث همینجا فقط مطرح شده ولی باز شدنش مقاله هم تحت همین عنوان دارم، دوستانه به او ارجاع میدم. در گفتگوهای تسامح و تساهل در دانشگاه کابل هم ارائه شده. در رابطه با صلح درونی مولانا میگه هست احوالم خلاف همدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر، چون که هر دم راه خود را میزنم با دگر کس، سازگاری چون کنم موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین، می نگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. اول ما باید جنگ درونی خود ما را خاموش کنیم، جنگ درونی خود ما را به صلح درونی برسیم تا به صلح پایدار و صلح بیرونی هم برسیم. فکر میکنم که فرصت بیشتر از این من ندارم، میشه این بحث ادامه بدیم و وزارت دولت در امور صلح هم بتونه که این بحث را ادامه بده، بتانیم از دوستان دیگه جلسه های هماندیشی داشته باشیم و واقعا بتانیم جامعه را هم به سوی کثرت‌گرایی و نگاه روادارانه نسبت به دیگران و پذیرش افکار و آراء مخالف و همچنان به صلح درونی تشویق و ترغیب کنیم. سپاسگزارم از حوصله‌مندیتان.